با قیدگیری مهاجران تاجیک برای کار در کره جنوبی آغاز یافته است. شخصانی که میخواهند به این کشور با مهاجرت مهنتی روند تا سنه 17 ایول به اگنتی بکار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان مراجعت کرده میتوانند. یادآور میشویم که از مهاجران قبل از سفر امتحان EPS تاپیک گرفته می شود. شرط های اساسی مهاجرت به کره اینهایند: سن سال از 18 تا 39 ساله، داشتن شهادتنامه کسبی، دانستن زبان کره در سطح معاشرت، جسماً و روحاً سالم بودن، داغ سودی نداشتن، موجود نبودن منع ورود به کره جنوبی. برای اشتراک در امتحان داوطلبان باید شخصانی به اگنتی بکار تامین کنی در خارجه که در سراغ شهر دوشنبه کوچه لاهوتی 108 واقع گشته است حاضر شده 330 سوم مبلغ امتحان سپارند. داوطلبان باید حجت‌های زیرین را پیشنهاد نمایند: شکل الکترونی شناسنامه خارجی با صفت بلند، لامیناتدار 55 کب 600 به 400 پیکسل، رسم رنگه، فرمت 3.5 به 4.5 سانتیمتر در فون سفید با پیجامه سیاه، GPG 1314 کیلوبایت. معلومات علاوه‌ای را می توانید طریق تلفن‌های زیل بگیرید.